آموزش 0 تا 100 ویژوالایزر، نحوه اسکن. همونطور که میبینید اینجا تو چند بخش برای شما توضیحاتی دادیم. موضوع خاصی که اینجا مونده و شماها باید خیلی حواستون بهش باشه بحث شعاع‌زنیه. در رابطه با شعاع‌زنی یک صحبت مختصر و کوچیک میکنیم، میریم واسه توضیحات کلیش که وقت ویدیو زیاد طولانی نشه. سابسکرایب یادتون نره، حمایت کنید لطفا از ما. ببینید بچه‌ها، با شعاع‌زن شما نمیتوانید طلا پیدا کنید. متاسفانه خیلی از دوستانی که در این رابطه در این عرصه دارن فعالیت میکنن با شعاع‌زن دنبال طلا میرن. این یک اولین اشتباه اپراتور، شخصی که تصویر برداری میکنه. شما زمانی که همچین اشتباهی دارید نمیتونید به اصل ماجرا برسید. بچه‌هایی که با ما کار کردن و به طول زمان جلو اومدن کاملا متوجه این مسئله شدن. خب اگه دنبال طلا نباشیم چیه؟ خب با طلا کار نداریم، طلا رو میذاریم کنار. ما ابتدا مهمترین موضوعی که برامون مهمه، همونطوری که تو جلسات قبلی در رابطه با تصاویر توضیحاتی به شما دادیم، شما با شعاع‌زن باید بتونید کانال، چاه، اتاق پیدا کنید. شما جایی رو پیدا میکنید که قابلیت بودن چیزی درون خودش باشه. ببینید کاملا دقت کنید. اگه میخواید اسیر بشید، سالها اسیر بودید و باز هم اسیر میشید. و اونایی که جدیدن دارن وارد یک سری موضوعات این چنانی میشن. ببینید شما این موضوع رو دقت داشته باشید بهش. میتونید هر دو مسیری که دارن بهتون یاد میدن و یا دارید آموزش میبینید از طریق بنده، به بهترین و بالاترین نکاتی که به دردتون میخوره دست پیدا کنید. حالا شعاع‌زن تنها وظیفه‌ای که داره و شما میتونید ازش استفاده کنید پیدا کردن سازه است. همونطوری که دارید داخل تصویر دارید میبینید، سازه بخش مهمیه که ما تو این بخش نیاز داریم. اگه سازه رو نداشته باشید هیچی ندارید. ما یه شروعی داریم، یه پایان. شما هر چی به هر شکلی که توسط شعاع‌زن به یک موقعیت میرسید، بعد از رسیدن به اون موقعیت تصویر برمیدارید. یک تصویری من آماده کردم از یک بخش شعاع‌زنی. حالا به طول زمان این آموزش شعاع‌زنی هم توی آموزش ها میذاریم که شما بتونید با این وسیله بیشتر آشنا بشید و بتونید بهترین خروجی رو داشته باشید. دقت کنید به این کلیپی که آماده کردم. توضیحات درون خودش هست. ولی روش یکی از کارا همینه که دارید به همین صورت جایی رو تشخیص میدید. یه موضوعی دارید، باید ابتدا بدونید که اون موضوعی که میخواید دنبالش بگردید چیه. به چند بخش تقسیم میشه. خیلی ساده: قبر، چاه، کانال، اتاق. دیگه دنبال چیز دیگه نباید باشید و هر کدومش شکل ظاهری خودشو داره. با شما باید به اون شکل برسید. ما الان اینجا به دنبال دنبالی میگردیم که شعاع‌زن رو می‌بینیم واکنش داد. فکر نکنید که همیشه شعاع‌زن‌های خیلی حرفه‌ای و ضرب و برقدار میتونه کارتون رو راه بندازه. دو تا سیم شما کار شما رو میتونه راه بندازه. بچه‌هایی که سیستم‌های تصویری دارن استفاده میکنن، خیلی مهمه که این بخش رو شما ببینید و نسبت به این بخش بخواید یاد بگیرید. خیلی مهمه این بخش. این برای شما بچه‌هایی که سیستم‌های تصویری دارید ولی شعاع‌زنی بلد نیستید. این بیشترین کاستیه که شما دارید. این خیلی ضعف بزرگیه برای شما که شعاع‌زنی بلد نباشید. ببینید کسی که مدعی میشه داره کار میکنه، شعاع‌زنی، تصویر برداری، این دو مورد رو کنار هم دیگه باید بلد باشه. حالا ادامه تصویر رو با هم میبینیم که ببینید با همین دوتا سیم چی کار داره میکنیم. به یک کانال و اتاق یا نه؟
کاملا نشون داده میشه. ببین زمانی که یه موضوع خاصی باشه شعاع‌زن برات میزنه، مشخص میکنه. زمانی که به این صورت بازی داره میکنه دو تا موضوع داره میگیره. ببین تمام اینا تو محیط باز، محیط طبیعی باید کار انجام بشه. توی ساختمون، توی سوله، توی سری گاراژ مراژا نمیتونی این کارو بکنی. اول سمت راستیمون حرکت میکنیم. ببین اون موضوعی که فکرشو میکردیم باید بندازیم سمت چپمون، ببینیم شعاع‌زن واکنش نشون میده بهش موقعیت اصلش برسیم یا نه. ببین محدوده رو نگاه بکنید. ما توی همچین محدوده ای داریم کار میکنیم. خب حالا میریم سراغ ادامه برنامه. ببین یه جا باید برگرده شعاع‌زن. ببینید به حرکات شعاع‌زن دقت کنید. توی مسیر که داریم حرکت میکنیم، موضوعی که دارید پیگیری میکنید و بهش رسیدید به سمت چپتون باید بندازید. تمام اینا رو زمانی که کار کنید متوجه میشید و دقت کنید به این حرکات. ما داریم توی یک محدوده یک چارچوبی رو داریم میزنیم، یعنی چیزی هست که دارای شکله و ما اون شکل رو داریم میکشیم. ببینید شما هر چیزی رو که دارید رهگیری میکنید دارای شکل باید باشه، به هم ریختگی یا کوچیک نباید باشه، عرض و طول براتون باید مهم باشه. این نباشه که هر کجا قیچی کرد اونجا بخواید زوم کنید یا بخواید کاری انجام بدید. به این موضوعات کاملا دقت کنید. ببینید الان روی زمین همونطور که دارید میبینید حرکتی داریم انجام میدیم که طول و عرض کارمون رو داریم خطکشی میکنیم. بحث آموزش شعاع‌زنی یک بحث خیلی خاصیه. متاسفانه دیده میشه توی بعضی از دوستان بدون رعایت کردن قواعد وارد اشتباهات میشن و به همین صورت اشتباهات رو تکرار میکنن و دائما در اون اشتباه دوباره غرق میشن. دوست عزیز، شما زمانی که اشتباهی رو متوجه میشی درون خودت و میبینی اون نوع حرکت به بن‌بست خورد، ادامه نده. ما به دنبال به دست آوردن آثار نیستیم. متاسفانه خیلی از دوستان میبینن که این موضوع رو مطرح میکنن به آثار خوردیم و این آثار چی میشه؟ هیچی نیست. شما این روشی که دارم بهتون آموزش میدم این روش رو یاد بگیرید. این روش ساده ترین و راحت ترین موضوعیه که با ترکیب سیستم اسکن شما میتونید به موفقیت های خاصی برسید. این موضوع رو در نظر داشته باشید. به همین روش حرکت کنید که در تصویر دارم نشونتون میدم. تصویری که دارید میبینید یک کار واقعی در یک محیط حفاری نشده بکره. تمام اینها مهمه و داریم یک کار رو رصد میکنیم و از نحوه زدن نگاه بکنید، نحوه زدن رو، و داریم دنبال چی میگردیم. گوش کنید که تو خود محیط ما به یه محدوده رسیدیم که ورودیمون رو اینجا داره اعلام میکنه. شعاع‌زن داره ورودی رو اینجا اعلام میکنه. یه مسئله خاصی هم ما اینجا داریم. ببینید دقت کنید. کلیپو نگه دارم اینجا. ببینید شما یک شروع باید داشته باشید، یک انتها. زمانی که دارید شعاع‌زنی میکنید از یک نقطه وارد محدوده میشید. باید ابتدا و انتهاشو بتونید به دست بیارید که به فرض مثال که توی تصویر دارم، توی این تصویر همونطوری که دارید میبینید یک کانال میبینید. توی تصویر بعدی ببینید ما اینو میخوایم. شما باید به اون ابتدا و انتهای کار خودتون رو برسونید و بتونید تصویری ازش داشته باشید که این سه بخش رو به هم بچسبونید و کاملا از کاری که کردید مطمئن بشید. ببینید یه بحثی دوباره در رابطه با شعاع‌زنی من اینجا خدمت شما عرض کنم. شعاع‌زنی به هر دلیلی میتونه اشتباه بشه و اون اشتباه شما رو اون سیستم تصویری میاد جبران میکنه که کاری که کردی، چیزی که زدی درست یا نه. به هر دلیلی
لایه ها، گسل ها و یک سری زمین هایی که به دلایل خاص، دلایل فنی ایراداتی دارن، روی شعاع‌زنی نمیتونیم به قطع یقین و 100% صحبت کنیم. ما فقط از شعاع‌زن به عنوان وسیله اول کمکی که محدودمون از کجا شروع میشه تا کجا میاییم چارت میبندیم و اسکن میکنیم و گاهن این اتفاق میفته که جایی رو که شما نقطه کردی به عنوان مرکز کارت اینو امتحان کنید. تصویرتون میبینید یه گوشه از تصویرتون افتاد. شعاع‌زنی میتونه 2 متر 3 متر خطا داشته باشه، اینو دقت کنید. به هر دلیلی باز میتونه خطا داشته باشه، اینو باید توی بیابون تست کنید. توی کار واقعی جاهایی که دست نخورده بکره تست کنید و بتونید وقتی زمانی که تصویر میگیرید به این ایراد برسید که بتونید نقطه یابی کنید با سیستم تصویریتون و از اون تصویری که زمانی که دارید میگیرید بتونید توی کادر خاص قرار بدید که اون موضوع رو کاملا ببینید رو تصویری که دارم بهتون نشون میدم کاملا مشخصه. ببینید این یک تصویر دیگه. همین موضوع بحث کانالی که اینجا هستش، ما اینو اومدیم توی یک کادر جا دادیم. میبینید اینو توی کادر جا دادیم که بتونیم حد و عرض، طول و عرضمون رو بتونیم محاسبه کنیم. شما زمانی که طول و عرضتون رو نداشته باشید هیچی ندارید. یه موضوع دیگه هم که هست، بچه ها متمرکز میشن روی نقطه ها. اینا چیه؟ شما نباید با اینا کاری داشته باشید. ببینید شما اگر اون اصل موضوع رو بهش نرسید به فرعیات نمیرسید. رفتید حرکت کردید، تست کنید. تست کردید جواب نگرفتید، پس مسیری رو که دارم بهتون آموزش میدم دقیقا خودتون رو تو اون مسیر قرار بدید. مطمئن باشید موفقیتتون چند برابر میشه. بحث دیگه ای که حالا داریم مجدد دوباره وارد بحث اینو کلیپ رو براتون به نمایش بذارم ببینید. نوع حرکت رو دقت کنید. به نوع راه رفتن و گرفتن شعاع‌زن تو دست خیلی مهمه. من دیدم بعضیا بالا سرشون میگیرن، بعضیا اینجوری میگیرن یا خیلی باز میگیرن. دقت کنید روش درسته شعاع‌زنی همینه. این محدوده به عنوان ورودی داره میده. بتونید اینجا رو اسکن بکنید و چاهی ببینید و یا اینکه بخواید اسکن بتونید بزنید که بتونید کانالی ببینید. بعد از دیدن اسکن میتونید حرف بزنید. ببینید به چند بخش تقسیم میشه تا به اسکن برسید. شما نمیتونی همینطوری اسکن بزنی. اول باید محیطتو بشناسی، بعد شعاع‌زنی کنی، بعد بیای برسی به اسکن. اینجا داره به صورت یک کانال مشخص میکنه و یک سری هر اسکنی هر کجا حالا جوابگو نیستش. شما تو بحث آموزش‌های ویژوالایزری که بودیم یک سری توضیحات اینجا توی این بخش از ابتدا که به شما دارم میدم، ببینید حتی اینجا براتون مشخص کردم که چجوری باید این موقعیت رو بتونید به دست بیارید، کجای تصویرتون باید قرار بدید و نحوه اسکن کردن و ابتدا براتون گذاشتم. مهم نیست دستگاهتون چیه، حالا کاری با اون نداریم. این توقع رو هم نداشته باشید. اینم یکی از نکات کلیدی. توقع نداشته باشید که اسکنتون همه جا بخواد کار کنه. شما رو زمین‌های شخم نمیتونید کار کنید و زمین‌های به هم ریخته، جایی که حفاری شده، اینا ضعف‌های اسکن‌ها هستن که توی مگنومترها که با نرم افزار ویژوالایزر یا اکوریت یا چندین نرم افزاری هستن که با ویژوالایزر یا مثل ویژوالایزر کار میکنن، سیستم ها، نمیتونید اسکن بگیرید. این نکته ها رو داشته باشید. اینا نکته های مهمیه که شما به عنوان اپراتور باید بلد باشید. توی کلیپ های بعدی در رابطه با آموزش ها و آموزش های شعاع‌زنی و موارد دیگر بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد.